باید استخون بتر کنی تا یه چیزی ثابت بشه موفقیت. باید استخون بتر کنی تا یه چیزی خوشحالیش بهت مزه بده. به حضرت عباس موفقیت راه میانبر نداره که نداره. موفق میشی تازه باید تحمل کنی مسخره کردن. و ببین یه سری آدم به هیچ جا نرسیدن و به هیچ جا نمیرسن. کارشونه نشستن و مسخره، کارشونه نشستن و مسخره کردن. این کارشونه، کار دیگه ای ندارن. این عده میره رو بالای 50-60% آدم ها. ما بالای 60%-70% آدم توی این دنیا داریم که کاری ندارن به جز مسخره کردن آدم های موفق.